روایت داریم تصریح شده هر یک باری که میری زیارت مانند این است که 1000 رزمنده رو مجهز به اسب رزمی کردی و به میدان فرستادی. شما 1000 تا مجاهد فی سبیل الله رو تجهیز کن، بگو برو به جنگ. ثوابش چقدره؟ ثواب یک زیارت ابا عبدالله الحسین معادل اون 1000 جنگاوری است که آماده کرده است. بعضی میگن چرا شما 40 رو میگید حماسه؟ حماسه 20 میلیونی 40 طبق روایات هر یک زائر 1000 رزمنده با مرکب جنگی. آیا حماسه 20 میلیاردی از جنود خدای رحمان نخواهد شد؟ 40 یعنی قدرت، 40 یعنی اقتدار امت اسلام، 40 یعنی اقتدار امت اسلام. ما دیگه نباید در اوج قربت شعر بسراییم برای ابا عبدالله الحسینی که امروز ابرقدرت برتر عالم است. ما در اوج قدرت خوب است سوگواری کنیم برای ابا عبدالله الحسین. 40 مظهر قدرت نمایی مستضعفین تاریخ است. تمام شد، دوران ضعف به پایان رسید. من کی هستم؟ من مربوط به چه گروهی هستم؟ این هویت امتی، این هویت ملی به معنای عمیق کلمه که همه ملت ها رو تحت عنوان ملت حسین جمع میکنه، این هویتی که روز صحرای محشر ما با این هویت صدا زده خواهیم شد، حسینی ها بیایند. این هویت رو من باید احساس بکنم، برگردم. من آنم که عضو سپاه 40م، عضو ملت 40م. کسانی هم که تو 40 شرکت نمی کنن با آرزوی خودشون، با اشتیاق خودشون نام خودشون رو در این امت 40 می نویسن. هر کی خواست بفهمه چیه، متعلق به چه قوم و ملتیه، متعلق به چه آیینیه، یک احساس هویت عمیق پیدا بکنه نسبت به اصیل ترین هویتش، باید 40 اونجا حاضر بشه. یا ابا عبدالله، این آغاز قدرت توست و تو در جهان حکومت خود را به رخ همه اهل عالم کشیده ای. با اشاره آخرین امام شهید من، امام حسن عسکری علیه السلام، صدها میلیون قضا در این راه توزیع می شود، عاشقانه با همه وجود. تو چه قدرتی داری؟ قدرت تو آغاز شده است. اونهایی که قضا در راه تو میدن، جان دادن برای تو براشون حتی آسان‌تر میشه وقتی میان توی این مسیر و فضا قرار میگیرن. هیچ کس در طول تاریخ قدرت ابا عبدالله الحسین را ندارد. 40 یعنی قدرت، 40 یعنی اقتدار امت اسلامی،